خیلی ممنونم که تا اینجا همراه ما بودید. خب به عنوان یه پروژه میخواییم حالتی رو ایجاد کنیم که ما یک کلید رو فشار بدیم و اعداد روی 7 سگمنت بالاتر برن. یعنی کلید رو فشار بدیم، عدد از 0 بشه 1، مجدد فشارش بدیم بشه 2، مجدد فشارش بدیم بشه 3 و همینطوری بالا بره که حتی میتونیم یک کلید دیگه اضافه کنیم، کلید کاهنده، فشارش بدیم یه دونه کم بشه. میخوایم بریم این پروژه رو انجامش بدیم و بدونیم چطور میشه این کار رو انجام داد. 7 سگمنت رو مانند اون حالت‌هایی که توی جلسات قبل متصلش می‌کردیم متصلش کنید به پایه شماره 6 5 2 3 4 7 و 8 متصلش کنید و گراندش رو دقت کنید که حتما با یک مقاومت 220 اوم به گراند آردوئینو متصلش کنید. یک کلید رو در نظر میگیریم، میخوایم وقتی که این کلید رو فشار دادیم اعداد یه دونه افزایش پیدا کنن. اون کلید رو متصل میکنیم به پایه شماره 10 آردوئینو و دقت کنید که یه مقاومت پولدان هم برای اون در نظر میگیریم. برای زمانی که کلید رها شد به اصطلاح پایه مورد نظر لو بشه، پس یک پولدان براش در نظر میگیریم که نویز محیطی روش سوار نشه و اتصال رو وصل میکنیم به پایه شماره 10. بریم توی برنامه به این شکل خواهد بود که ما یک متغیر تعریف میکنیم. ببینید متغیر چیه؟ متغیر در حقیقت یه میزانی از حافظه است. من بخوام خیلی ساده بگم، متغیر یه ظرفه که ما اعدادمون رو مثلا توش نگهداری میکنیم. حالا ممکنه حالتهای مختلف داشته باشه، توش حروف نگهداری کنیم، توش اعداد نگهداری کنیم، ولی حالا حالت سادهش یه ظرفه که ما میخوایم عددامون رو توش نگهداری کنیم. مثلا بگیم کلید که فشرده شد اول عدد توی این ظرف 0، کلیدو که فشار داده شد عدد این ظرف رو بکن 1، کلید که فشرده شد عدد این ظرف رو بکن 2 و هر بار که فشرده شد عدد این ظرف رو یک دونه اضافه کن. پس متغیر یک ظرفه که ما برای اینکه بتونیم یک متغیر عددی از نوع اعداد صحیح توی سی تعریف کنیم از کلمه اینت استفاده میکنیم. اول کلمه اینتجر یا اعداد صحیح هستن، اینت و نهایتا اسم اون متغیر. من اسم این متغیر رو توی برنامه‌مون آ در نظر گرفتم. اسم هر اسمی دوست داشتید میتونید خودتون در نظر بگیرید. حالا موقع نوشتن برنامه اسم رو عوض میکنم، میبینیم که میتونیم یک اسم دیگه ای در نظر بگیریم. میبینید که میایم ما اون پایه های 6 الی به اصطلاح 8 رو به اصطلاح خروجی تعریف میکنیم. یعنی میایم پایه شماره 6 الی پایه شماره 8 6 5 2 3 4 7 و 8 رو خروجی میکنیم و پایه شماره 10 رو که اون کلید ما متصل بهش رو ورودی تعریف میکنیم. بعد میایم توی لوپمون مینویسیم اگر دیجیتال رید 10 مساوی با های شد، یعنی کلید فشرده شد، آ مساوی با آی به علاوه 1. آ مساوی با آی به علاوه 1 یعنی چی؟ یعنی آ رو یه دونه اضافه کن بهش. هر بار که این به اصطلاح پایه شماره 10 که کلید بهش متصله، کلید فشرده شد، یه دونه به اون متغیر اضافه کن. اون ظرف رو بردار، عدد توشو در بیار، هر چی بود یه دونه بهش اضافه کن، دوباره بذار تو همون ظرف. دقت کنید آ رو میاد در میاره، یه دونه بهش اضافه میکنه، دوباره میذاره توی همون آ. یعنی در حقیقت به اون متغیر ما یه دونه اضافه کن. حالا بهش میگیم اگر که متغیرمون مساوی با 0 بود به این شکل خاموش روشن کن. نگاه کنید پایه شماره 8 فقط خاموشه، 9 که اون ممیزمون کاریش نداریم. پایه شماره 8 فقط خاموشه، 0 رو نمایش میده، مثل چیزی که توی جلسات قبلی دیدیم. اگر که متغیر ما تبدیل به 1 شد، دقت کنید همونا رو گذاشته، فقط پایه شماره 4 و 7 که مربوط به 1 بود، فقط توی 1 فقط 4 و 7 رو روشن می‌کنه، این بقیه خاموش بود. به این شکل اومده روشن کرده و دورم به همون شکلی که توی جلسات پیش دیدیم. یعنی هی میایم براش ایف میذاریم، میگیم اگر متغیر رو مساوی 0 شد به این شکل روشن کن، اگر متغیر رو مساوی 1 شد به این شکل روشن کن، اگر مساوی 2 شد به این شکل روشن کن. من اینجا تا 2 نوشتم، یعنی کلیدو که میزنم اول 0 کلیدو میزنم میشه 1، کلیدو میزنم میشه 2 و کلید بعدی رو بزنم میشه 0. مجدد برگرده. شما میتونید اینو تا 9 ادامه بدید. اما این ایف آخری کاربردش چیه؟ دقت کنید این ایف آخری کاربردش چیه؟ من نوشتم اگر که آ مساوی با 3 شد آ رو 0 کن. یعنی چی؟ یعنی من اگه اینو نذارم چه اتفاقی میفته؟ اول داره 0 رو نشون میده، آ مساوی با 0. یه دونه کلیک میکنم،
میره میشه 1. یه دونه کلید میکنم میشه 2. تا اینجا نوشتم اگه 2 شد چی رو نمایش بده. یه دونه دیگه کلید میکنم میشه 3. میشه 3 دیگه. من براش هیچ برنامه‌ای ننوشتم که اگه 3 شد چی رو نشون بده. حالا ممکنه شما بنویسید که بره رو 3 چی رو نشون بده. اوکی. من اینجا ننوشتم. میره 3 من هیچی ننوشتم، هیچی نشون نمیده. یه دونه دیگه میزنه 4 من هیچی ننوشتم. یه دونه دیگه میزنه 5. این تا بی‌نهایت ادامه پیدا خواهد کرد. البته تا بی‌نهایت که نمیشه گفت. این اینتجری حد و مرزی داره، ما کاریش نداریم اون حد و مرز. تا جایی که اون حافظه جواب بده این هی ادامه پیدا خواهد کرد. خب ما نمیخوایم این اتفاق بیفته. ما میخوایم وقتی که مثلا بزنم 0 1 2 دوباره برگرده بشه 0 ادامه پیدا نکنه. پس میگم اگر که یه دونه دیگه فشرده شد آ مساوی با 3 شد، مجدد آ رو تبدیل به 0 کن. بریم ببینیم برنامه‌شو به چه شکلی میتونیم بنویسیم و چه نتیجه‌ای ازش میگیریم. با ما همراه باشید. خیلی خوب، میریم که برنامه مربوط به کلید و 7 سگمنت رو بنویسیم. مثل جلسات پیش من پایه‌های مربوط به 7 سگمنت رو خروجی میکنم. output semicolon. این رو کپی میکنم. شیش 5 2 3 4 7 8 و پایه شماره 10 که کلید من متصل بود. پایه‌ای که کلید متصل بود لازمه که اینپوت بشه. دقت کنید پایه‌ای که مربوط به 7 سگمنت بود خروجی میشه، پایه کلید ورودی میشه. اسم مشخصیه، آموزشاش هم دیدیم. میگیم اگر قبلش اجازه بدید من یک اینت تعریف کنم. دقت کنید متغیر رو میخوایم تعریف کنیم باید بالای همه وید ها این کار رو انجام بدیم. بالای وید ستاپ می‌نویسم اینت آ سمیکالن. تمام. میگم یه متغیر، یه ظرف به عنوان آ برای من ایجاد کن. اسمش آه. هر اسمی دوست داشتید میتونید بذارید. میام اینجا میگم اگر دیجیتال رید 10 مساوی با های شد، چیکار کن؟ آ مساوی آ به علاوه 1 سمیکالن. فاصله بندازم مشخص باشه این مال کدوم ایفه. دقت کنید چه اتفاقی افتاد. میگم اگر که کلید فشرده شد آ رو یه دونه اضافه کن برام. میگه اوکی. میام تو برنامه میگم اگر آ مساوی با 0 شد، دقت کنید حالا دیگه یه دونه دستور نیست، چند تا دستوره. پس نیازه که من براش چیکار کنم؟ کروشه بذارم. اگر آ مساوی با 1 شد، اگر آ مساوی با 2 شد و اگر آ مساوی با 3 شد. دقت داشته باشید که اینی که اینجاست، این کروشه این که اینجاست، آخرش باید یه کروشه بسته شه. ببینید الان یه دونه برای من اضافه زده. نکنید این کروشه برای این برای این به ترتیب رفته بالا. این کروشه هم برای این قسمت. دقت کنید که وقت این کروشه ها قاطی نشه با هم دیگه. اینم همینطور. شما ببینید من روی این کروشه کلیک میکنم، این چی میشه؟ روشن میشه. میگه این مربوط به این یکیه. از اینجا تا اینجا مربوط به ستاپه. از اینجا تا اینجا مربوط به این ایفه. خب حالا اگر که آ مساوی با 0 شد چیا رو باید روشن کنه؟ دیجیتال رایت 6 های کپی میکنم. شیش 5 2 3 4 7 یه دونه دیگه هم لازم دارم 8. فقط لازمه G یا اون پایه شماره 8 رو لو کنم توی 0 شد. میخوام 0 رو نمایش بدم. آموزش رو توی جلسات پیش دیده بودیم که به چه شکلی 0 رو نمایش بدیم. همین رو کپی میکنم.
میام اینجا میخوام 1 رو نشون بده. اگه یادتون باشه 4 و 7 رو لازم بود روشن کنیم، بقیه رو لو کنیم برای اینکه به ما به اصطلاح 1 رو نشون بده. برای اینکه 2 رو نشون بده من این رو کپی میکنم، طبق برنامه‌ای که قبلا نوشته بودیم اینم شما میتونید درست کنید. حالا من دقیقا یادم نمیاد که کدوم پایه روشن بود کدوم خاموش بود، لازمش نداریم، توی برنامه پیشینون هست، ببینید و اینو تکمیلش کنید. اما مهم چیه؟ مهم پایه شماره 3. میگم که اگر پایه شماره که آ مساوی با 3 شد چیکار کن؟ آ رو مساوی کن با 0 سمیکالن. دقت کنید میزنیم 0 1 2، وقتی که 3 شد آ رو مجدد 0 میکنه و میاد این تیکه از برنامه اجرا میشه. حالا شما میتونید یک کلید دیگه وصل کنید، مثلا میام وصلش کنم به پایه شماره 11، مثلا به پایه شماره 11 متصلش میکنم. میام اینجا نوشتم که اگر دیجیتال رید 10 مساوی با های شد یه دونه آ رو اضافه کن. می نویسم اگر دیجیتال رید 11 مساوی با های شد، دقت کنید توی ایف دوتا مساوی های شد، چیکار کن؟ آ رو یه دونه کم کن، آ منهای 1 کن. میخوام یه کلید کاهنده هم بذارم. اگر کلیدی که وصل شده پایه شماره 10 رو بزنم یه دونه اضافه میکنه، کلیدی که وصل شده پایه شماره 11 رو بزنم یه دونه کم میکنه. اینجا یه ایف دیگه باید بنویسم. اگر آ مساوی شد با -1 پرانتز بسته آ رو مساوی با 2 کن. یعنی چه اتفاقی میفته؟ کلید رو فشار میدیم 0، افزاینده رو فشار میدیم 1، فشار میدیم 2، فشار میدیم میشه 3، دوباره برمیگرده 0. یعنی ما اینجوری میبینیم 0 1 2 0 0 1 2 0. حالا کاهنده رو فشار میدیم، مثلا تصور کنید 2، یه دونه فشار میدیم 1، یه دونه فشار میدیم 0، یه دونه دیگه فشار میدیم میشه چی؟ میشه -1. به محض اینکه شد -1 آ رو مساوی 2 قرار میده، میاد مربوط به آ مساوی 2 رو انجام میده. ما در حقیقت به صورت کاربر اینجوری می‌بینیمش 2 1 0 2 1 0 2، همینجوری پشت سر هم شروع میکنه به صورت گردشی کار میکنه. حالا شما میتونید این اعداد رو به نحوه خودتون و به دلخواه خودتون از 0 تا 9 بنویسید، فقط به جای این آ مساوی 3 و آ مساوی -1 آ مساوی -1 همون میشه، ولی آ مساوی 3 میشه 10. شما دیگه عدد 10 نداریم، 0 تا 9 رو میتونیم نمایش بدیم. 9 که شد یه دونه زد شد 10، دوباره تبدیل به 0ش میکنه. یه چیزی رو هم دقت کنید توی برنامه باید بذارید، من اینا رو براشون کروشه بذارم چون میخوایم یک خط دیگه برنامه اضافه کنیم. ببینیم چه اتفاقی میفته. شما تصور کنید من میام این کلید رو فشار میدم، سرعت آردوانو بسیار بالاست، یعنی خیلی بیشتر از اون چیزیه که ما در نظرش میگیریم. من کلیدو مثلا اومدم نیم ثانیه فشرده نگه داشتم، این ایف 10 بار اجرا میشه، 100 بار انجام میشه. یه دفعه نگاه میکنیم میبینیم به جای اینکه مثلا یه دونه اضافه شه 100 تا اضافه شده و حالا اون برنامه مورد نظر ما انجام نشده. لازمه که یه دیلی اینجا بذاریم که این فاصله فشرده شدن تا رها کردن ما رو برامون پر کنه. یعنی اینکه ما فشار دادیم یه دونه اضافه کنه، منتظر بمونه تا ما دستمون رو برداریم. پس می نویسم دیلی مثلا 500، نیم ثانیه صبر کن برای این پایینی هم به همین ترتیب دیلی 500، نیم ثانیه برام صبر کن. پس دقت داشته باشید توی برنامه‌تون که اگر میخواید بنویسید حتما دیلی رو براش در نظر بگیرید. اگر دیلی رو در نظر نگیرید انقدر با سرعت بالایی این اضافه میکنه اصلا شما متوجه نمیشید که چه اتفاقی افتاد. کامپایل کنم برنامه‌ام رو. امیدوارم که ایرادی نداشته باشه. بله ایرادی نداشت. برنامه رو پروگرام میکنیم روی بردمون و بریم ببینیم روی سخت افزار چه نتیجه‌ای ازش میگیریم. با ما همراه باشید.
قسمت ما قصد داریم که یه دونه کلید بذاریم براش. یه کلید میذاریم که با استفاده از این کلید اون عدد روی 7 سگمنت رو یه دونه بالا ببریم. به این شکل یکی از پایه‌های کلید رو من میام وصلش میکنم به پایه شماره 10 و طرف دیگه‌اش رو وصل بکنم به VCC مدار. این VCC مدار من میارمش توی این ردیف بالایی قرارش میدم. یعنی در حقیقت الان VCC ما توی این ردیف بالا قرار گرفته. GND این پایینه، VCC این بالاست. حالا لازمه که از VCC این بالا من یه سیم بکشم، وصلش کنم به پایه دیگه کلید. بسیار خوب، الان کلید ما به این شکل متصل شده و شما میتونید ببینید. پایه‌ای که رفته وصل شده به پایه 10 آردوئینو رو من میام با یک مقاومت برای پولدان وصلش میکنم به منفی با یک مقاومت 10 کیلو. حالا لازمه که برنامه رو پروگرام کنم روش، ببینم چه اتفاقی میفته. منتظر میمونیم تا برنامه پروگرام شه. این LED ها که چشمک بزنه به ما نشون میده که پروگرام انجام شده. بله LED چشمک زد. الان داره عدد 0 رو نشون میده. من کلید رو فشار میدم. میبینیم که عدد به 1 تبدیل شد. یه دونه دیگه 2. الان بزنم میشه 3 و اون ایفی که به کار گذاشته بودیم برای اینکه تبدیلش کنه به 0 عمل میکنه. ببینید 0 میشه دوباره. 1 2 دیگه رو 3 نمیره. برمیگرده روی 0. حالا من میخوام یه کلید دیگه بذارم روش. به این شکل وصلش میکنم به پایه شماره 11. پایه شماره 11 آردوئینو. پولدانشم مثل حالتهای قبلی متصل میکنم و پایه باقی مونده رو لازمه که وصل کنم به VCC مدارم. اوکی، متصل شد، اتصالات برقراره. حالا میخوام برنامه رو پروگرام کنم. برنامه رو عوض میکنم، پایه شماره 11 رو برای اینکه اعداد رو کم کنه به حالت کاهنده باشه اجرا میکنم. ببینیم چه اتفاقی میفته. منتظر میشیم تا پروگرام انجام بشه. LED ها چشمک بزنه. بله به ما نشون داد که پروگرام انجام شد. من الان کلید رو فشار بدم. میبینیم که کارش رو انجام میده. میزنمش روی 2. حالا این یکی رو فشار میدم. میبینیم که یک دونه کم میکنه، شد 1. میزنم میشه 0. بعدی رو بزنم میشه -1 و اون ایفی که برای -1 نوشته بودیم که تبدیلش کنه به 2 عمل میکنه. ببینیم تبدیل به 2 میشه. پس به صورت گردشی عمل میکنه. این یکی رو بزنم به اون سمت و حالت افزایشی و چرخشی عمل میکنه. شما میتونید این پروژه رو از 0 تا 9 ادامه بدید و همین عملیات رو روی برنامه‌تون انجام بدید.